سلام به همه بچه های ایران. سلام آقای بهروز قائمی. من این برنامه که اجرا کردی تو ایکس فاکتور دیدم، دمت هم گرم. ولی برنامه رو میتونی یه جور دیگه اجرا کنی. البته خوبه، باری کردن که مردم ایران غمگینن، بالاخره هم مسائل داریم تو ایران. باز تو اومدی یه حرکتی کردی، دمت هم گرم. ولی این همه آهنگای ایرانی داریم. دو تا آهنگ ایرانی میخوندی، به خدا من خودم تو انگلیسم، بعضی میرم تو مثلا خیابون باز خودم میخونم ایرانی، یه حالی میکنن اینو، میگم بازم بخون. هم انگلیسی‌ها تازه معنی آهنگارم نمیدونم ما داریم چی میگیم. مثلا این حرکت رو کردی، خوب بود، ولی یه ذره نه که ایرانو مثلا به چشم بد و تروریست و اینا میدونم، مثلا تو یه ذره بعد یه چیز مثلا با کلاستری رو میومدی. ولی نمیدونم چه جوری بوده تفکرت، ولی بازم خوب بوده، دمت گرم. ولی یه جوکی میگفتی به ایرانی، مثلا جوکی ایرانی به انگلیسی ترجمه میکردی میگفتی، باز اینا خیلی حال میکردن. به نظرم یه ذره میتونم بگم خراب کردی. چرا این حرکتی کردی؟ الان یه جور دیگه فکر میکنن رو ما، مثلا یه حالت ما رو به عنوان مرد میدونن، دیوانه. اصلا فکر میکنم ما دیوانه ایم. مثلا به نظر من یه ذره حرکات دیوانه بار بود. تلملی چیزی زدی رفتی آجی. دمت گرم بابا.